درود بر دوستان عزیزی که با تیم ما دارن وام مسکنشون رو میگیرن و مطمئن باشن که تا آخرین لحظه بهترین حمایت ها رو از طرف ما خواهند داشت. فرض کنید که شما میخواید یک برگه‌ای مثل Gehaltsabrechnungتون یا کارت شناسایی یا هر مدرک دیگه‌ای رو اسکن کنید. شما این کار رو با نرم افزارهای رایگانی که توی گوشی‌های موبایل هست میتونید انجام بدید. پیشنهاد من این نرم افزار هست که لینکش هم براتون ارسال کردن همکارمون. کافیه که شما روی این نرم افزار کلیک کنید. حالا من یه بار تست قبلا انجام دادم. وارد این صفحه میشید که مطمئنا برای شما خالی هست. من از این چون خیلی استفاده میکنم، خیلی میبینید که فولدرهای مختلف وجود داره. شما کافیه که یه بار روی دوربین کلیک کنید و این دوربین برای شما ظاهر میشه و میبینید که خودش دور اون کاغذ رو سبز میکنه. شما حتی اگر میتونید اون تاشن لامپه یا همون چراغ قوه‌ش رو هم روشن کنید، کیفیتش بیشتر میشه و میبینید همونجوری که میبینید خیلی راحت سبز میکنه. روی این کلیک میکنید، این رو ازش عکس میگیره، صافش میکنه، با کیفیت خیلی عالی برای شما تهیه میکنه. بعدش روی دکمه وایتا کلیک میکنید، یه اسم بهش میدید، حالا مثلا Gehaltsabrechnung یا هر چیز دیگه ای که هست. بعد روی Speichern کلیک میکنید، دوباره میاد روی این صفحه‌ای که حالا برای من پر هست. اینجا روی تایلن که کلیک کنید به این شکل، دوباره روی تایلن. اینجا میتونید انتخاب کنید که با واتساپ یا با ایمیل یا با هر چیز دیگه ای میتونید برای اون کسی که میخواید ارسالش کنید. امیدوارم این ویدیو به دردتون بخوره. اگر هم سوال داشتید باز میتونید به همکار ما آقای شهریاری از طریق شماره واتساپی که در اختیارتون هست پیام بدید و سوالاتتون رو بپرسید. بدرود تا پیروزی همه شما.